نینی؟ چه خطرناکه؟ ببینید تب توی نوزادها با بچه‌های بزرگتر خیلی فرق میکنه. ما وقتی دمای بدن نوزاد از 38 درجه بالاتر بره میگیم تب داره. اما چون سیستم ایمنی نوزاد هنوز کامل نشده، حتی یه تب ساده میتونه علامت یه بیماری مهم باشه. چرا تب نینی انقدر حساسه؟ بدن نوزاد هنوز اونقدر قوی نیست که با عفونت‌ها بجنگه. برای همین یه تب ممکنه نشونه بیماری‌های جدی مثل عفونت ادراری، ذات‌الریه یا عفونت ریه، مننژیت یا عفونت پرده‌های مغز، حتی عفونت خون یا سپسیس باشه. چه زمانی باید سریع رفت پیش دکتر؟ 1. زیر 3 ماه. هر نوزادی که تب بالای 38 داشته باشه باید فوری بیاد اورژانس یا پیش دکتر متخصص کودکان. 2. بالای 3 ماه. اگه همراه تب یکی از این علائم رو داشت، وقت رو تلف نکنید. بیحالی یا گریه غیر عادی، شیر نخوردن، تنفس تند یا سخت، لکه‌های پوستی یا خونمردگی، تشنج، استفراغ یا اسهال شدید. 3. طولانی شدن تب. اگه توی نوزاد زیر 2 سال تب بیشتر از 24 ساعت ادامه داشت، باید حتما بررسی بشه.